پیرمرد نزد زرگر رفته از او ترازو خواست. زرگر در جواب گفت: پدر جان، غیلبال ندارم. پیرمرد گفت: من از تو غیلبال نه، بلکه ترازو پرسیده ایستادم. زرگر گفت: میدونم پدر جان، جوروب ندارم. پیرمرد در حیرت اومده به زرگر گفت: مگر نمیشنوی؟ زرگر در پاسخ گفت: میشنوم پدر جان، فقط که هنگام شما می اومدید من دیدم که دست شما لرزان است و زرهایی که در دست دارید ذره هستند. در حالتی که من به شما اگر ترازو می داشتم و می دادم، شما آن زرها را به زمین می افتاندید و برای آن ذره ها را جمع کردن جوروب لازم می اومد و من خواستم که شما را تشویش ندیم.